خب سلام و عرض ادب مجدد خدمت رفقا. بعد یه مدت طولانی دوباره برگشتم و قراره که امیدوارم از این به بعد منظمتر برنامه ها رو ضبط کنم و تقدیم شما کنم. توی این قسمت قراره برم سراغ یکی از بهترین ریسینگ هایی که تا حالا تجربه کردم. بازی ریسینگی که به نظرم هنوز هم جزء ستای برتره برای من و مطمئناً کسایی که تجربهش کردن نمیتونن خاطرش رو فراموش کنن و خاطره خوشی رو برای اونا رقم زدن. میخوام بریم سراغ بازی موتور استورم و قبل از اینکه برم سراغ خود بازی یه سری نکات رو یادداشت کردم، سنم هم رفته بالا فراموش کنم. این بازی مال استودیو اِوولوشنه که 1999 تأسیس میشه و برای PS2 بازی های ورد رالی چمپیون رو میساخت و بعد از اون سال 2005 بود که توی ایتیری بازی موتور استورم معرفی میکنه. بازی موتور استورم توی ایتیری 2005 به نظر یکی از قوقاها بود و میتونیم بگیم که جز دوتا نمایش برتری بود که خیلی سر صدا کرد برای PS3، یعنی کیلزون دو بود و موتور استورم که اکثرا میگفتن که امکان نداره همچین بازیایی بتونه روی کنسول بعد رندر بشه. بازی 2005 معرفی شد، 2006 دوباره نمایش داشت و آخر 2006 توی ژاپن عرضه شد و مارچ 2007 هم به صورت جهانی بازی عرضه شد. بازی با اون نمایش هایی که داشت تفاوت نداشت، برخلاف نظر همگان که میگفتن که بازی اون چیزی که نشون داده نیست، ولی به نظر من بود و خیلی از جنبه‌ها خیلی بهتر بود. مسئله قرارگیری دوربین بود و من مطمئنم فشار سونی بابت اینکه بازی رو زودتر عرضه کنه یه سری نواقص روی بازی داشت. یعنی بازی اگر دوربین های متعددی رو توی بازی تعبیه میکرد و مود 2 نفره یا آنلاینش رو همون روز عرضه میداد، مطمئنا خیلی بهتر میشد. ولی بازی اومد و به نظرم منتقدان بازی رو دوست داشتن. بازی فکر کنم 9 تا یا 10 تا نقد بیشتر نداره و متاش شد 84. لحاظ گرافیکی به نظرم زمان خودش انقلابی بود و بعد از اون هم نسخه های بعدی این بازی اومد. نسخه بعدیش اشتباه نکنم پاسیفیک بود، بله پاسیفیک ریفت بود، 2008 تومن، متاش شد 82. بعد از اون یه نسخه PSP و PS2 داد و نسخه آخری هم که برای PS3 داد اپوکالیپس بود که 2011 اومد. یه نسخه ویتا هم دادن که به نظرم فقط اسم موتور استورم داشت. هر سه نسخه فوق‌العاده بود، ولی این موتور استورم یک به نظرم انقلابی بود توی بازی‌های ریسینگ. قرار بریم سراغش. استودیو اِوولوشن، قبل از اینکه بریم سراغ بازی، استودیو اِوولوشن سال 2016 اشتباه نکنم رفت زیر مجموعه کدمستر و منحل شد و آخرین بازی هم که ساخت بازی درایو کلاب بود. اونم یه بازی انقلابی بود برای PS4 اومد و نمیدونم سونی چرا این استودیو رو از دست داد. به نظرم میتونست خیلی خیلی پیشرفت بده. هم درایو کلاب جا داشت واسه نسخه های بعدی، هم موتور استورم، ولی خب سونی تصمیم گرفت که این استودیو رو منحل کنه و به کدمستر بشه. بعد از اونم که شایرین استودیو اگه اشتباه نکنم اسمش تغییر پیدا کرد. بعد از اون که رفت زیر مجموعه کدمستر بازی آنراش رو ساخت. بازی آنراش هم بازی خوبی بود، ولی دیگه بازی خوبی از این استودیو ما ندیدیم. بریم سراغ بازی و بقیه توضیحات رو روی بازی میدم که ببینیم این بازی بعد از نزدیک به 16-17 سال همچنان پرقدرت و قوی. و اینم بگم که این بازی توی گینس ثبت شده به خاطر زمانی که اومد. فکر می‌کنم 6 یا 7 نوع وسیله نقلیه رو داشت که باعث ثبت این بازی توی گینس شد. بریم سراغ بازی. خب اومدیم سراغ بازی. این مپ دگریزلی رو انتخاب میکنیم چون اینجا ما اجازه میده که نوع وسیله نقلیه‌مون رو انتخاب کنیم.
بعضی از مپ ها مثل این مثلا فقط میشه موتور انتخاب کرد، یا مثلا بعضیش میشه باگی انتخاب کرد، ماشین رالی انتخاب کرد. خب برگردیم دوباره تو منو. هم موتور میتونیم برداریم، هم باگی میتونیم برداریم. رالی کار، بعد ریسینگ ترک، مود پلاگر، بیگ ریگ، بایک، ATV، باگی. خب رالی کار برداریم. تو بازی موتور استور موزیکا فوق العاده با بازی همخوانی داره و با اینکه تعدادشون کمه اما به نظرم انتخاب دقیقی داشته. این یک کار پاتریوت رنجر سوتزو. معمولا با ماشینا رو از روی نسخه واقعی اما با تغییرات که بتونن بدون لایسنس باید کنن. مثلا این از روی سوبارو کاملا نمایانه که سوباروست. خب این ماشین مورد علاقه منه، همین کرده هم پلیسش رو پلیس رو هم داریم. خب بریم ببینیم این هم از این بازی تعریف کردیم، بعد این همه سال همچنان تعریفی هست یا نه. به نظر من که شاهکاری که 10 سال دیگه هم بیای سراغش باز بازی اون جذابیت و تازگی خودشو داره. نمیدونم چرا سونی این سری بازی رو ریمیک نکرده یا ریمستر، حتی یه ریمستر ساده میتونه بکنه این بازی رو بیاره. البته از یک طرف هم به نظرم خیلی جذابه که PS3 تو زمان خودش قفل شد و کنسولیه که یه سری بازی‌ها داره که هیچ جای دیگه شما نمیتونی تکرارش پیداشون کنی. همونجوری که میبینین همه جور وسیله نقلیه تو این بازی هست، مسیرهای متعدد، یعنی هر سری از خودروها باید از یه مسیر برن. تعداد پارتیکل ها فوق العاده است. شما این بازی روی کنسول 256 مگی داره اجرا میشه. فکر کنم PS3 یه چیز اولوش 300 به 1 ترافلاپس هم نمیرسید قدرتش، نه 300 یا 400 مگا گیگا بایت قدرتش بود اگه اشتباه نکنم. اصلا شاهکاره. زمینه گلالود، تمام ماشینا فیزیکای خودشونو دارن، هر لحظه امکان داره شما تصادف کنی. ماشینی که تصادف میکنه تمام قطعاتش جدا میشه و برای هر قسمتش فیزیک طراحی شده. یعنی این به نظر سیستم بوست بازی خیلی بجا و بهینه طراحی شده. خیلی سیستمش همین شکلیه که شما وقتی که
بوست و بیش از حد نگه داری انجین ماشین میترکه. پس باید به اندازه ازش استفاده کنیم، سر پیچ ها استفاده کنیم. اون تو زمینه گلالود ماشین های سنگین خیلی سریعتر از ماشین های رالی یا موتورها میرن. معمولا موتورها، ATM ها، باگی ها از قسمت های بالاتر و ماشین های سنگین مثل رالی ها هم میشه جزش بذاریم. تو کسری از ثانیه بازی رو واگذار میکنه. نظرم سونی میتونست این مجموعه رو خیلی قوی تر از فورزا هوریزون بیارش بالا. هم قدمت بیشتری داشت، هم بیس قوی تریه. بچه هایی که فورزا هوریزون 5 بازی کردن میدونم بازی فوق العاده گرافیک قوی داره، فوق العاده. نظرم یکی از بهترین گرافیک هایی که الان میشه توی هر سیستمی اجرا کرد. مثلا اینکه بازی فیزیک نداره، مثلا اینکه بازی با اینکه گیم پلی خوبی داره اما یک نواخته، اما این بازی بعد این همه سال هم تنوع محیطی داره، هم تنوع وسیله نقلیه داره. یه بازی آرکید فوق العاده جذابی بود که سونی میتونست اینو یه رقیب سرسخت کنه واسه فورزا هوریزون. هوش مصنوعی هم که ایجاد میکنه این تا ما رو نندازه بیرون و تو مسیرش. اشتباه. خب بریم برای فاینال لب. حدود 7-8 دقیقه. ما میتونیم یه مپ دیگر هم تست بزنیم. من توی این مسیر با این کامیون نباید وارد چالش بشه. من رها نمیکنه، دست من از مسیر خارج.
این زمانی که من این بازی رو روی PS3 برای اولین بار اجرا کردم اصلا باورم نمیشد. این زمینای گلالود که مسیر شما جاش میمونه، یعنی شما بعد از هر دوری که میری مسیر پاک نمیشه و این اولین بار بود اتفاق میافتاد یه بازی رد لاستیکا روی گل و لای بمونه و هر بار که میای این ادامه پیدا کنه. خب بریم سراغ یه مپ دیگه. همونجور که میبینیم بازی بعد این همه سال فوق‌العاده است، یعنی به نظرم همچنان یه گرافیک چشم نواز با دستگاهی که انقلاب بود واقعا. یعنی الان صحبت از ترافلاپس 10 ترافلاپس 12 ترافلاپس، ولی وقتی میری روی کنسول ها معدود بازی‌هایی پیدا میکنی که ارزششو داشته باشن به خاطرش سراغ این کنسول. ولی PS3 به نظرم هر سالش از سال قبلش بهتر بود و همینجور در حال پیشرفت بود. به این کمپانی مثل ناتی داگ توی یه نسل 3 تا بازی میدن، 4 تا بازی میدن، 1 2 3 و لاست آف آس و هر کدوم گرافیکش بهتر. اولایشن 3 تا موتور استورم میده و هر کدومش بهتر. موتور استورم اپوکالیپس کاملا بازی که دنیاش تخریب میشه، از بیس تخریب میشه. بله مپیه که ما قراره با یک کانون بریم ببینیم چی داریم. توی فوتو مود نداره، اما وقتی دکمه استارت بزنیم میشه کاملا چرخ زد، دور و بر رو دید. که جالبه وقتی موتور برمیداری موتورهای دیگه و ATM ها رو میتونی با ضربه دست از مسیر خارج کنی. این شاخشونه یکی چه کردی با این بازی؟ مطمئنم گیمرایی که این بازی رو تجربه نکردن باورشون نمیشه که این بازی روی PS3 داشته اجرا میشده. کسایی که با نسل 8 و 9 وارد صنعت گیم شدن براشون باورپذیر نیستش که بشه این بازی رو با این گرافیک، این کیفیت، این کنسولی که نزدیک 17-18 سال پیش اومده اجرا کن. اوه.
من خیلی دوست داشتم که یه ویدیو کامل راجع به موتورستورم 1 برم، اما احتمال زیاد نسخه 2 و 3 رو با همدیگه ویدیو براشون بسازم، چون هر کدوم از اونها ارزش دارن که بری سراغشون دوباره. پاسیفیک ریفت نسخه دومش که نظرم یه جهش بود اصلا، اینکه موتورستورم 1 با فوق العاده بازی خوبیه، اما دوش بازی کامل، 4 نفره آفلاین، محیط های بازتر، اضافه شدن فکر میکنم مانستر ترک ها رو اضافه کرده بود و کاملا بازی پیشرفت داشت. یعنی در حدی که الان بازی ها یه نسل پیشرفت میکنن، اونجا توی همون نسل بازی با نسخه بعدیش پیشرفت داشت. حتما یه ویدیو راجع به 2 قسمت بعدیش. نسخه PS2 و PSP بازی هم بازی بدی نیست، اما بازی خیلی خوبی هم نیست. ببین، چون موتورستورم بازی که نیاز به بله اینجوری اول شدم. خب همونجور که دیدین بازی موتورستورم بعد از گذشت نزدیک به 17 سال همچنان جذاب، همچنان چشم نواز، گیم پلی فوق العاده، لذت بخش، گیرا. یه سری محدودیت ها داره، این که بازی رو نمیشه تو نسخه اول 2 نفره بازی کرد و این تو نسخه های بعدی رفع شد. به نظر من تعداد مپاش کافیه، فکر کنم 9 تا یا 10 تا مپ داره. وسایل نقلیه‌اش به نظر من تعدادش کاملا مناسبه برای همچین بازی که هر کدوم فیزیک خودشو داره، هر کدوم سبک بازی خودشو داره. و اگر پلی استیشن 3 نزدیک در دسترس دارین یا بهش میتونین دسترسی داشته باشین، حتما سراغ این بازی برین. خیلی قیمت مناسبی هم داره، یعنی توی ایسام شما با 150 هزار تومان یا نهایتا 200 هزار تومان میتونین دیسکش رو تهیه کنین. چند تا DLC هم داشت که DLC ها یه سری وسایل نقلیه اضافه میکرد و اگه اشتباه نکنم 2 تا رود جدید اضافه کرد. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم که بتونم طبق برنامه حداقل هفته یه ویدیو رو داشته باشیم و کانال یوتیوبمونم به زودی تو معرفی میکنیم و قراره که اونجا کلی برنامه‌های جدید داشته باشیم. متشکرم. خدا نگهدار.